و اینچنین شاگرد دیگرشان محمد ابن حسن شیبانی سال 189 هجری از دنیا گذشتند، یعنی بعد 39 سال امام ابو حنیفه، 40 سال تقریبا بعد امام ابو حنیفه زندگی کردند و مذهب امام ابو حنیفه رو نوشتند. اساسا مذهب رو با واسطه کتاب‌ها این کس نقل کردگی هستند، نشر کردگی هستند. کتاب‌های معتمد مذهب حنفی همش و کتبه هی معتمد مذهب الاحناف، کتاب‌هایی که محمد ابن حسن شیبانی نوشتن همش کتاب‌هایی که ایشان نوشتن یعنی معتمدی مذهب از همین کتاب‌ها میگیرد. سرچشمه مذهب ابو حنیفه همش از کتابی محمد ابن حسن نقل میکنه. محمد ابن حسن هم از امام ابو حنیفه علم گرفتن، هم از قاضی ابو یوسف، هم از امام مالک 3 سال و هم با امام شافعی هم نشست شدن، مناقشه کردن، به امام شافعی درس گرفتن، از امام شافعی علم گرفتن. یعنی ببینید از همه بزرگان این شاگردشون هم علم گرفته بود. و انتقل تلاميذهم بالمئات قیل اکثر من 700. شاگردایی که از امام ابو حنیفه مباشرتا علم گرفت گفته شده است که آنها از 700 نفر زیاد بودند. 700 نفر زیاد الی بلادهم، بعد اینکه علم از عراق آمده گرفتن به شهرهاشون پراکنده شدن. بلاد الافغان، به شهرهای افغان، یعنی این به مدارات پاکستان هم، هندوستان هم، بنگلادش هم به شهرهای افغان می‌دارد، همسایه هاشون است. و بخارا، به بخارا آسیای مرکزی می‌دارد، حتی ایران هم و هند هم با علاقه خصوص ذکر کردن در کتاب روائع ابی حنیفه.